سلام بچه، حالتون چطوره؟ من تاکسیکو هستم و خیلی 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 خوش اومدین به اولین ویدیوی من داخل یوتیوب. قبل از هر چیزی خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. بچه توی ویدیوی امروز براتون 3 تا نکته کاربردی آوردم که خودم ازش نتیجه گرفتم برای گرفتن ریجستری تیر و پینگ بهتر. اگه این 3 نکته رو که بهتون میگم رعایت کنید، قطعاً پینگ و ریجستر تیر بهتری میگیرین. در ادامه ویدیو اگه از چیزی ناراضی بودین، از چیزی خوشتون نیومد، اگه دوست داشتین چیز اضافه تری به ویدیو اضافه کنم، حتما داخل کامنت ها به هم بگید. برین از گیم پلی لذت ببرین تا یه ذره جلوتر این نکات رو بهتون بگم. Further collapse. Net call. Supply drop incoming. Airdrop has been delivered. Supply drop. Enemy eliminated. Supply drop inbound. And enemy eliminated. منم گویدن Engaging the enemy. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. انقدر آرمور پیدا که میخوار کنه نگاه کردم شیر میکنم تو ناموسه. Net call. یعنی Engaging the enemy. خب شروع میکنیم. نکته شماره اول که از همش مهمتره، استفاده کردن از اینترنت سیم کارتتون یا همون اینترنت همراهتونه. سعی کنید بیشتر از اینترنت همراه استفاده کنیم برای گرفتن پینگ بهتر تا مودم. نکته بعدی اینه که توی ایران معمولا چون پلیرهای ایرانی بین ساعتهای 6 عصر تا 9 شب بیشترین پلی رو دارن.
توی این 3 ساعت میتونید بهترین پینگ رو بگیرید. و یکی از نکته هاشم که یه ذره جلوتر الان گیم پلی تموم میشه بهتون میگم، توی قسمت لابی از قسمت پروفایلتون توی قسمت بیسیک روی یه گزینه کارت هست که الان مشاهدهش میکنین داخل تصویر. اونجا اون قسمتی که براتون مشخص کردم باید نوشته باشه آسیا. اگه نمیدونین چجوری بکنینش آسیا حتما توی کامنت ها بهم بگین که توی ویدیو بعد بهتون یاد بدم. تا ویدیو بعدی فعلا.